اگر پسر نباشد روزت بد میکنم. فهمیدی؟ تو بیزار کردی به این دخترزایی. خودم رو کردم. ای خدا. هر چیزی که در قسمت باشد هوای میبینی. کوچک اینجا میخواهم در بالای پدرم معلومات داشته باشم. کوچک شوگیونه ده صاحبی دخترچه شده دکن تبریک شما را. چی؟ عصبی نشوی اکرم، عصبی نشوی. ای روی کس دختر ندارد پر ندارد، چو مادر او ببر غم بر ندارد. ای خدا جان. فروخی نعمت. بیاید دروید. بیاید. سلام علیکم. سلام علیکم. بازی کنه. بله کار میکنم. اپا جان شما شکایت ها ای چی شکایت دارید؟ از ما نشاطی چی شما اوزی کنیم؟ دکتر جان آیدی حامله‌داری هم میخوام فهمم. پسر باشد یا دخترچه؟ فروخی نعمت. کس ناشکری کرد بر ذات دختر، بی کرد ناشکری بر ذات مادر، بی کرد ناشکری بر ذات مادر. اگر دختر نمیزاد مادری جان، کجا بود لطفی بر اجازی خواهر. اگر دختر نمیزاد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر. مرحمت گذشته هازی میبینیم. مرحمت هازی میبینیم شما را. شما یه لحظه بیرون بروید. از این کسر اوزی میکنم بعد بروید. مالش مرحمت بروید. خب اپا جان لبه من اوزیتون کردگیم. من این نزنه چینیتون های همین دوروی نویستگیه. همین دوروی میخره. همین هم میخره. ایشالله که کاری وزمین نمیکنه. من این اوزیتون های. دکتر جان ما میخوام که فهمم پسر است یا دختره؟ البته پسر است. از روی تشخیص ما بچه با مانند های پسر چه؟ مالش خوب. خب رحمت. مالش خداوند شفات کرد. مالش خوب. دکتر چی گفت؟ این چی؟ کاغذ روزی. کاغذ روزی من در کار دختر کودش چی گفت؟ بچه بود از دختر؟ بچه. اگر پسر نباشد روزت بد میکنم. فهمیدی؟ تو بیزار کردی به این دخترزایی.
салом дӯстони азиз, агар маро қадр кунед, эҳтиром кунед, дӯст доред, ман ҳам шуморо қадр мекунам, эҳтиром мекунам, дӯст медорам. Вақте омада ки исбот кунем ки мо ҳамдигарро қадр мекунем ё не. Аз ин хотир ман ба шумо тавсия метиҳам ки ҳамин акаи умедро барои гузаштан аз граница дастгирӣ намоед. Зеро ҳамин ака сабабе мешавад ки кори мо низ пеш меравад. Аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ҳамчун бародарвор ақаллан ҳамин ака ба нависед ва масъалаи аз сарҳад гузаштани худро ҳал кунед. Ман умедворам ки шумо моро дастгирӣ мекунед, мо имконияте пайдо мекунем ки барои шумо беҳтарин филмҳои кӯтоҳ ва филми деҳотиро зудтар пешниҳодатон кунем. Агар ҳамин чизро хоҳед, ҳатман ҳамин акаакро чикор кунед, дастгирӣ кунед. Брафтем. ҳамаи молу пуламро расход кардам барои ту. доим духтар мезоӣ? бачаҳо духтар буданаш чӣ фарқ дорад? ба додаи аллоҳ шукрона кунед мардакҷон. албатта ки ман шукрона мекунам. ин гапатро оҳонаи шикам бод гӯй. шикаме ки доим духтар мезояд. фаҳмидӣ? шукрона кунед мардакҷон. ҳамаш додаи аллоҳ аст. пеш даро. چی گفت؟ شو کردی؟ هیچ نه مردکجان. کمتر سرم جان. سر تاب خورد؟ سر تاب خورد ها؟ رفتارت باز رنگ اما اولا. نیتی دختر زاییدن داری؟ مردکجان. یکم میوه نمیپیرید؟ میوه باز خراجات. دلم میوه میکشه. اینقدر خراجاتی کردن بس نبود؟ بس نبود؟ گوش کن. برای میوه خوردن بچه زاییدن در کار، فهمیدی؟ من پول زیادتی ندارم برای تو رسخت کنم. هیچی گپ نی. خداوند هست کو. دیگر نمیشه. الو سلام مردان جان. با فکرم وقتی گفته دختران شد خوب میشد که زودتر به خانه میمانید. مایلش خوب. ای چجا ای چا ای خدایا ای خدا جان ای چجا چی گپ شد؟
چی دو دوباره کرده با من زنگ میزنی؟ ها؟ یکم تاکسی زنگ زنید. تاکسی скорый помощь زنگ زنید. скорый помощь برای یک زاییدن تو همه را خبردار کنم. من در برون تو را نگاه میکنم. تسر بیو پیاده میرویم. این با تو خوب است. بیا شما یه لحظه بیرون در بسته همشیرا قبولش کنید شما بیرون در بسته دکه شما بیرون در بسته بازی که جیور نکنید همه شوزی نغز می شود بازی تولد میکنن بازی انشاءالله تولد میکنن شما صدق نشید بشینید شاگرانه به صاحبی دخترچه شده دکه تبریک شما را چی؟ عصبی نشوی عصبی نشوی ای روی باز دختر سری ما رو دیوانه کردی به این دختر زوید میدونی؟ تو منو در بین اولادایم شرمنده کردی. گوش کن از همین روز اعتبارا پایت رو در خونه من میمونی. تو برای من 3 طلاقی فهمیدی؟ گپی من 1 تا خداوندا این برادرنی مرا امیدوارم که تو برادرنی مرا نمیبینی. کس دختر ندارد پر ندارد چون مادر او ببر غم بر ندارد چون مادر او ببر غم بر ندارد اگر دارد تمامی مال دنیا بیسوزد چنگ و خاکستر ندارد اگر دارد تمامی مال دنیا بیسوزد چنگ و خاکستر ندارد. گوش کن از همین روز اعتبارا پایت رو در خونه من میمونی. تو برای من 3 طلاقی فهمیدی؟ گپی من 1 تا خداوندا این برادرنی مرا امیدوارم که تو برادرنی مرا نمیبینی. فروخی نعمت کس دختر ندارد پر ندارد چون مادر او ببر غم بر ندارد چون مادر او ببر غم بر ندارد
اگر دارد تمامی مال دنیا بیسوزد چنگ و خاکستر ندارد اگر دارد تمامی مال دنیا بیسوزد چنگ و خاکستر ندارد بود میرم هیچ روز ای خدا در کجا خطا کردم در زندگی سری ما رو دیوانه کردی به این دختر زوید میدونی؟ تو منو در بین اولادایم شرمنده کردی کنی خانم و در کنی زن و فرزند همه مال و پولم رو رسخود کردم برای تو دایم دختر میزویی بچه و دختر بودنش چه فرق دارد؟ با دادای الله شکرانه کنید مردک جان ای خدا شکر همیش دم شکر خدا در بزرگیت مرم به همینان دادت شکر میکنم 100,000 بار شکر به گپ مردم باور کردم گوش کن از همین روز احتباران پایت رو در خونه من میمونی تو برای من 3 طلاقی فهمیدی؟ گپی من 1 تا به گپ مردم رفتم خودم رو کردم ای خدا هر چیزی که در قسمت باشد هوایم میبینی به گپ مردم اگر نمیرفتم گفته این مردم رو نمیکردم امروز به این حال گرفتار نمیشدم الو سلام علیکم سلام من دکتر افاجون سلام دکتر چه شما نغزین سازین رحمت من تشخیص مادر شما را دیده بر اومدم خب مادر شما شفا می‌یابد برای شفا یافتن مادر شما یک حالت داره یک حالت عجیب یعنی چی دکتر کفایه است شاید یگان حادثه رو بیند خرسند شود از حساب خرسندی رهگذر شود خوب درسترش نزد من بیایید مسئله نکنید تشکر دکتر من شما خبر میگیرم حتما خوب خدا نگهبان سلامت باشه مریم جان لبای چه جان جونیم چند روز بکار نرفتی میروم اوچه جان ولی دیرتر میروم میخواهم کمتر با شما صحبت کنم اوچه جان معلش
بچه جان جان نوتیم اگر یک میوهک میبا مایلش بچه جان چیزی که شما گوید بچه جان بچه جان جان اگر من با شما سوال زیم شما ناراحت نمیشه نه جانی من مالش فقط نرنجید خواهش میکنم نه جانی جان من از هیچی از تو نمیرنجم بچه جان میخواهم در باره پدرم معلومات داشته باشم بچه پدرم در کجاست و چجور قربان جان یک سال می شود که من و شما زندگی داریم نشود روزی که با ما رو ترک کرده روی البته که نه درباره پدرت به خارج رفت و دیگر برنگشت لیکن قشتبارهایش در گیپرازین زندگی میکنند تو حقی رفته پدرت گفتن و جستن و یافتن داری بچه جان شما از پدرم جدا شده نه جانی من هیچگاه از پدرم جدا نمیشم و جدا هم نخواهم شد من میخواهم که مثل دیگران پدر داشته باشم بچه من مهر پدر رو ندیدم بچه وقتی من در خیابون ها دخترها رو همراه پدرشون میبینم زور میگیرم بچه یکوز پدرم داری ما رو میکوبد من هم دختری قدرست شده میخواهم مثل دیگران من هم پدر داشته باشم من هم مهر پدر رو داشته میخواهم بچه مریم جانی من گریه نکن تو دختری من نه تو بچه من هستی فهمیدی تو گریه نکن مردها گریه نمیکنن بچه جو جان شاید اگر پدرم میبود شما به همین حال گرفتار نمیشده شما به من دادید بچه شما دادید تا که من پدرم رو یابم التجا میکنم خدا جان التجا میکنم را به مقصدم رسون ای خدا جان انشالله چه جان ببخشید من شما رو ناراحت کردم ها گفتگی بر نوچه جان من چقدر که شما فرمان داده بوده به مریبون کمک رسوندم بچه جان تو یگانه من هستی تو افتخاری من هستی فهمیدی تو تپیدن قلب من رو میبینی قلب من از روی تو افتخار میکنه فهمیدی جان تو با دعای شما همه کارم برار گرفت تو چه جان خدا جان دای ما کارت برار گیرد بچه جان من با شما خبری خوش دارم من با شرکت های خارجی شرطنامه بستم کاری من در سطح اولی بچه جان ها گفتگی برین بچه جان باز من با شما یک خبری خوش دارم بچه جان دکتر به من زنگ زد دکتری که من شما رو به نزدش برده بودم تشخیص معلوم کرد که شما به نزدیکی شفا میابید بچه جان به نزدیکی راه میگرده خدا بله بچه جان هزاران بار شکر هزاران بار شکر کاش خدا جان برای شفا میداد من پدرت رو
پای روانی خودم پیش باز میگیرم. انشالله لطفی جان به مقصدتون میرسه. امید همین سروغه کفته یفته تیمم بود. حتما هم همه روی مشمو خبر به تشویش مشمو خبر ندیم تا در کجایی؟ کاش یک روز بیایی، یک روز بیایی بینی که فرزندی رو که به خاطر دختر شدنش ترکمون کردی و رفتی. امروز دختری من از 100 پسرها بالا است، صدها کاری پسرها را میکند. بیکن شکرانه ها بر ذاتی دختر، بیرزد بر سرایان نور یختر. با همت قدری دختر رو بدانی، خدا روزی بود از تو برادر. با همت قدری دختر رو بدانی، خدا راضی بود از تو برادر. خدا راضی بود از تو برادر. شکرانه خداوند که امروز به من دختری خوب رو نصیب کرده است. کاش تو هم می آمدی و از دخترمان مریم افتخار میکردی، فخر میکردی، میگفتی که دختری من جای چندین پسر رو گرفته. باز دختر، باز دختر، سری ما رو دیوانه کردی به این دختر زوید، میدونی؟ تو منو در بین اولادایم شرمنده کردی. گوش کن، از همین روز اعتبارا پایت رو در خونه من میمونی. تو برای من 3 طلاقی، فهمیدی؟ گپی من یک تا. قربان جان، من در وعده دادم وفادار هستم. هیچگاه شما رو ترک نمیکنم. احساس میکنم که یک روز نه یک روز شما از دری من میدارم.
یک سال می شود که من و شما زندگی داریم. نشود روزی که با ما رو ترک کرده روی. البته که نه. من گفتم بودم من مردم. گفتم که از راهی که انتخاب کردم بر نمیگردم. تو خیلی میرم. بس اکنون تو بگوی که بیست با من بگو. تو چی؟ من به شما گفته بودم که قسم به شیر سفید مادرم، قسم به دعای داده پدرم، تا آخرین نفسم من از شما دست نمیکشم. میدانی چی؟ همه این چیز رو وقت معلومه. انتخابی من تنها شما است. قربان جان میدونی چی؟ من جوانیم، سلامتیم، همه‌اش به خاطر تربیت دخترم بخشیدم. شب و روز از خداوند طلب میکنم که شما رو یک بار دیگه به نزد من برگرداند. هر روز امید میکنم که شما در خانه مرا میکوبید. دختری من امروز از 100 پسرها بالا است. خودتون اگر آمدید حالا میبینید با دخترتان قربان جان فخر میکنید. من امیدوار هستم. من شما را هیچگاه ترک نکردم و ترکم نخواهم کرد. شما یک عمر در دل من است. شما حیاتی من است. زندگی من است. نفسی من است. پدر جان، من نه سبب رفتن شما رو از مادرم فهمیدم. مانع زندگی شما تولد شدن من بوده است. لیکن من برای خوشبختی مادرم حرکت میکنم که شما رو یابم و نلکه شما رو بخشیدم. پدر جان، برای صحت شدن مادرم دکتر توصیه داده بود که یگان حادثه خوش باد و چه بیده. شاید سبب گل صحتی و چه شما باشه داده جان. کسی ناشکری کرد بر ذات دختر، بی کرد ناشکریه بر ذات مادر، بی کرد ناشکریه بر ذات مادر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی بر اجازی خواهر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر. منم پجون همون خونه که شما گفتین همه خونه هستم. فایرت کنم پجون؟ بله.
خب فرمود. سلام علیکم. و علیکم سلام. تنجی؟ ببخشید این خونه قربان نیست؟ خونه قربان بود. از خونه قربان نیست. ایسا که قربان ای مردم قرضدار بود. بخیر وقتا پیانیست کشید میدونه که خطان. نمیدانید که حضور در کجاست؟ مثل هر وقتا همون پیش موسیقی بازار بره ممکنه همونجا بیاین اینجا. شما چی میشین وایده راستی؟ قربان از ما هم قرضدار. قرضداره ها؟ اما هم قرضدار بود در حساب همون قرض همین خانه شا گرفتی. تشکر. شما ده. تشکر اکا. خب روز زیاد. سلام علیکم. احسن. یاسم تو چی کاری داری؟ ما در خونت میکنم. شما یک کار کردن میتوانید؟ میتونم. یاسم تو در خونت چی کاری باشه میکنم؟ تو یاسم تو ما همه کارات. اگر از دستتون یکون که باید من به شما 10 سامان میتیم. اگر 10 سامان تی من 1 هفته در خونت کار میکنم. میروید هم روی من. چی کاری که نباشه من میکنم. من روزی. کسی ناشکری کرد بر ذات دختر، بی کرد ناشکری بر ذات مادر، بی کرد ناشکری بر ذات مادر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر. من شما در این خانه انتظار میشم. بعد از اون که از همون بر اومده کرپاچه های از این خانه برآورده در ماشین بار میکنیم. مایلش؟ مایلش بچه. مایلش. کسی دختر ندارد پر ندارد، چو مادر او ببر غم بر ندارد. چو مادر سلام مادر جون.
جان آمدی؟ اومدم. کلاه جان چه؟ ساز دارو تو رو خوردیم چه؟ سیق نشوی تو چه جان. خدا خواهد میخزین ساز میشوی. انا خدا با شکر خیلی ساز شده اینو چه جان. سادی؟ آنا ساز. بین امر جان بین. بچه هم همه این برای چی؟ راستی منم نمیدونم امر جان. بیا شما برای خونه سورا بیام. مرحمت داروی. دخترم مدینه این تویی مدینه قربان این شمایه هیچ باورم نمی آید اینقدر سال در کجا بوده مدینه من امید داشتم که من خطا کردم من امید داشتم شما یک روز نه یک روز امید مرا بخشید منو ببخش من خطا کردم شما گناه ندارید شما قبله‌گاه من هستید شما ستاره خواندار بود من همون مدینه وفادار شماییم من خطا کردم من در زندگی خطا کردم ناشکری این دختر من بزن مرا ببخش مدینه نه من نه شما حقی در پیش پای من غلطیدن رو نداره من شما را که ها بار بخشیدم همین آمدن تا بخشیده نیست من نفهمیدم که ناشکری منم میزنم میدونی من چی از آقا داشتم این همه آهی دلی تو بود مدینه مرا بخش من خطا کردم شما رو بر بخشیدم من خطا کردم شما خطا نکردید من در زندگی سخت خطا کردم مریمی در نیمه راه مانده شماست دخترم مرا میبخشی منم مثل مادرم که ها شما رو بخشیدن داده جون. من از تو روزی هستم
با من قضیه پسری بود کردی. بیکن شکرانه ها بر ذاتی دختر، بیرزد بر سرایان نوری اختر. با همت قدری دختر رو بدانی، خدا روزی بود از تو برادر. با همت قدری دختر رو بدانی، خدا روزی بود از تو برادر. خدا روزی بود از تو برادر. کسی ناشکری کرد بر ذات دختر، بیکرد ناشکریه بر ذات مادر. بیکرد ناشکریه بر ذات مادر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر. اگر دختر نمیزد مادری جان، کجا بود لطفی پر اجازی خواهر.